به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. یکی از نوع خلل ها در تفکر مردم این است که در ذهنیت ها بعضا کارهای بسا مهم نامهم گردد. در نگاه ایده افراد کارهایی که به نهایت مهم است نامهم دوم درجه گردد. وقتا در تفکر چنین خلل پیدا می گردد، البته کار و تصرف های انسان نیز خللدار می شود و زندگی چنین شخص البته عبارت از توده کارهای غلط و خطا می شود. این مقدمه برای این بود که می خواهم این لحظه ها درباره مهمترین وظیفه فرد مسلمان حرف بزنم، درباره ضرورترین وظیفه همه روزه انسان، درباره اولین رکن عملی دین، درباره عملی که شرط سعادت و نجات در آخرت است، یعنی نماز. یک آیت و یک حدیث اینجا ذکر کنم. سوره ماعون را که نام دیگری آن سوره ارأیت الذی است، اکثر ما میدانیم. در این سوره مبارکه خداوند عزوجل فرموده است: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس وای بر نمازگزارانی که در مناسبت با نماز سهلنگارند، در مناسبت با نماز بی‌پروایی دارند، نماز را کاری عادی میپندارند. ترک نماز برایشون کاری عادی است. برای آنها کارهای مهمتری هست در نقشه همه روزه آنها که به این یا آن سبب نمازشان قضا می شود. خداوند فرموده وای بر حال چنین نفران. کلمه ویل در اصطلاح قرآنی به دو معناست. یکی به معنای عذاب و عقوبت است، دیگر نامی وادی از وادی های جهنم است، آنگونه که مفسرین ذکر کردند. یعنی این وعید شدید، این هشداری به نهایت سخت برای کسی است که نسبت به نماز به اهمیت باشد، تنها در ماه رمضان نماز میگذارد مثلا، و یا هرگاه از خانواده او کسی اگر فوتد مدت نماز میخواند سپس باز نماز را ترک میکند، یا نمازهای روزانه‌اش را جمع کرده در شب میخواند چون که روز مشغول است. این همه انواع سهلنگاری نسبت به نماز است. امام ابن کثیر از صحابی بزرگوار مفسر قرآن عبدالله ابن عباس و اینچنین از تابعی فقیه ابراهیم نخعی روایت آورده که ایشان در تفسیر ساهون سهلنگارند گفتن آنان کسانی هستند که نماز را از وقتش برآورده میخوانند، یعنی کاملا ترک نماز نمی کنند. شخصی که کاملا ترک نماز کند قطعا نماز نخواند، این حالش را خود خدا میداند. این وعید برای کسانی است که نماز را از وقتش برآورده میخوانند، به عباره دیگر نمازشان زیاد قضا می شود. در مورد کسانی که تا حال مقام نماز را به خوبی ماهیت این عبادت را آنگونه که هست درک نکرده اند و نسبت نماز تا حال سهلنگارند، آیه دیگری در سوره مریم هست. خداوند عزوجل بعد آنی که از حال و روزگار بزرگان و پیامبران نقل کرده از حضرت ابراهیم و موسی و ادریس علیهم السلام و اسماعیل و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة، از عادت آنان از بزرگی آنان وقتا نقل کرده، بعد ذکر حال آنان فرموده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. بعد آن بزرگواران و نیکنامان ناخلفان جایگزینی آنان شد که نماز را ضایع کردند و پیروی از هوا و هوس نفس نمودند و به زودی آنان با عذاب و خسارت روبرو خواهند شد. به زودی کیفری ضایع نمودن نماز را خواهند چشید. فسوف یلقون غیا. کسانی که نمازشان را ضایع نمودند قرآن به صراحت وعید می‌دهد، هشدار شدید می‌دهد که به زودی روبروی عقوبت سخت خواهند شد. پیامبر درود و پیام خداوند بر ایشان باد در مورد اهمیت و بیان مقام نماز احادیث زیادی دارند. از جمله حدیثی است که امام احمد حنبل و امام دارمی سمرقندی و امام ابن حبان از عبدالله ابن عمرو روایت کردند که ایشان گفتند روز پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره نماز
حرفی زدن و گفتن من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا و نجاة یوم القیامه و من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان مع قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف. هر کی نمازش را محافظت کند یعنی رعایت کند، در وقتش با رعایت آداب و ارکانش بجا آورد. من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا و نجاة، برایش نور و برهان و دلیل و نجات خواهد بود. و هر کی نمازش را محافظت نکند، رعایت نکند، قضا کند، ترک کند، نه نوری و نه برهانی و نه نجاتی برایش خواهد بود. و روز آخرت همراه قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف محشور خواهد شد، با سران کفر، با پیشوایان راه ضلالت همراه خواهد بود، با همجنسان خودش. پناه به خدا، به امیدی شناختن مقام نماز و به امیدی رعایت کردن این ستون اساسی دین. خدا یارد.